خدا لعنت کند ابو حنیفه را. صحابه رسول الله اینجور گفتن، من اینجور میگم. خدا لعنت کند ابو حنیفه را. کینه و بغض آخوندهای رافضی به بزرگان امت اسلامی بر همگان آشکار است. لعن و نفرین همسران و یاران بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، آن هم به قصد عبادت، خبر از عمق کینه این عده نسبت به اسلام و مسلمین دارد. اما از آنجا که قبول این لعن و نفرین ها بر هر انسان آزاده و عقلمندی دشوار است، آخوندهای رافضی برای توجیه این اهانت‌های خود روایاتی جعلی و دروغین را به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت می‌دهند تا بدین وسیله لعن و نفرین خود را توجیه نمایند. از جمله این عداوت‌ها دشمنی با امامان چهارگانه مذاهب اهل سنت است، همان بزرگوارانی که چون ستارگانی در آسمان علم و ادب و اخلاص می درخشند و تمامی امت اسلامی به عظمتشان و جایگاه آنان معترفند. اولین این بزرگواران امام اعظم ابو حنیفه نعمان بن ثابت رضی الله عنه است. امام بزرگواری که از روی شدت تمسک و اتباع سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایات ضعیف حدیثی را به علت احتمال نسبت داشتن به سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر قیاس و رأی اجتهادی خود مقدم می‌دانست. امام ذهبی در کتاب مناقب الامام ابی حنیفه و صاحبی صفحه 34 از امام ابن حزم رحمه الله روایت می کند که فرمود: جميع أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأي. تمام یاران و شاگردان امام ابو حنیفه رحمه الله بر این اتفاق نظر دارند که در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله حدیث ضعیف بر قیاس و رأی اجتهادی مقدم است. امام ابن عبدالبر رحمه الله در کتاب الانتقاء فی فضائل ثلاثة الائمة الفقهاء در صفحه 144 از ابو حمزه سکری روایت می کند که از امام ابو حنیفه رحمه الله شنیده است که می فرمود: إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا به ولم نعده، وإذا جاء عن الصحابة تخيرنا ولم نخرج عن أقوالهم، وإن جاء عن التابعين زاحمناهم. هنگامی که حدیث صحیح و سندی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ما رسید، به آن عمل می کنیم و از آن نخواهیم گذشت، و اگر از صحابه رضی الله عنهم روایت هایی به ما رسید، از میان آنها انتخاب می نماییم و از اقوال آنان بیرون نخواهیم رفت، و هرگاه امر به تابعین رسید به مانند آنها اجتهاد می کنیم. اما ببینیم که چگونه مدعیان دروغین محبت اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با جعل روایات ساختگی و دروغین و نسبت دادن آن به ائمه اهل بیت به امام بزرگوار ابو حنیفه رحمه الله اهانت می کنند. امام موسی بن جعفر فرمود خدا لعنت کند ابو حنیفه را. امام موسی بن جعفر فرمود خدا لعنتش کنه. میگفت وقتی که میومد حرف میزد میگفت علی اینجور گفت، من اینجور میگم. گفت تو کی هستی که بخوای مقابل امیرالمومنین وایسی؟ گفت علی اینجور گفت، من اینجور میگم. صحابه رسول الله اینجور گفتن، من اینجور میگم. رسول الله اینجور گفت، من اینجور میگم. چندین بار امام صادق تشبیه به شیطانش کرد.
این آخوند رافضی امام ابو حنیفه رحمه الله را به مخالفت با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یاران بزرگوارش متهم می کند و این دروغ و تهمت خود را به امام جعفر صادق رحمه الله نسبت می دهد تا بتواند از این طریق مخاطبین خود را بفریبد و دروغ خود را به آنها بقبولاند. امام ذهبی رحمه الله در کتاب مناقب الامام ابی حنیفه و صاحبی صفحه 34 و امام بیهقی در المدخل الی السنن الکبری صفحه 204 روایت کرده اند که امام ابو حنیفه رحمه الله در بیان روش خود در استنباط مسائل فقهی می‌فرمود: آخذ بكتاب الله فما لم أجد فبسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات، فإن لم أجد فبقول أصحابه آخذ بقول من شئت. وأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وعطاء فأجتهد كما اجتهدوا. به کتاب الله عمل می کنم. اگر حکمی را در آن نیافتم به سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و روایات صحیحی که از طریق ناقلین معتبر انتشار یافته رجوع نموده و از آن پیروی می کنم و اگر در آن هم نیافتم به اقوال صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مراجعه می کنم و از میان آنها قول یکی را انتخاب می کنم. اما زمانی که به ابراهیم نخعی و شعبی و حسن بصری و عطا ابن ابی رباح برسد پس مانند آنها اجتهاد می کنم. علی اینجور گفت من اینجور میگم، صحابه رسول الله اینجور گفتن من اینجور میگم، رسول الله اینجور گفت من اینجور میگم. چندین بار امام صادق تشبیه به شیطانش کرد. امام سیمری حنفی در کتاب اخبار ابی حنیفه و اصحابه صفحه 27 از معاویه ابن عبدالله ابن میسره روایت می کند که فرمود: سمعت أبا حنيفة يقول من رغب عن سيرة علي رضي الله عنه في أهل القبلة فقد خاب وخسر. از ابو حنیفه شنیدم که می فرمود کسی که در قضایای تعامل با اهل قبله از روش و سیرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه بگذرد بدون شک ناکام و زیانکار شده است. برادران و خواهران مسلمان، دشمنی و کینه شیعیان رافضی با امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه تنها در سخنان این آخوند عقده‌ای خلاصه نمی شود، بلکه ریشه در اعماق عقیده و کتب و روایات ساختگی این مذهب ساخته و پرداخته عبدالله ابن سبع یهودی دارد. به این روایات توجه نمایید. بینندگان عزیز و گرامی، اولین کتابی که می‌خواهیم در اینجا نشون بدیم در مورد توهین به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کتاب الانوار النعمانیه هست از سید نعمت الله جزایری، یکی از علمای بزرگ مذهب شیعه. این صفحه جلد کتاب هست و این هم صفحه دوم در مؤسسه الاعلمی للمطبوعات در بیروت لبنان چاپ شده. این جلد دوم این کتاب هست. در صفحه 267 این کتاب در مورد معنی ناسب که ناسب یا ناسبی چه کسی هست نوشتن که ناسبی نجس هست. في بيان معنى الناصب الذي ورد في الأخبار أنه النجس وأنه شر من اليهود والنصراني والمجوسي وأنه كافر نجس بإجماع العلماء الإمامية رضوان الله عليهم. که ناسب نجس هست، بدتر از یهودی و نصرانی و مجوسی است و کافر است، کافر نجس
که در این امر اجماع دارد علمای امامیه که ناصبی بدتر از یهودی و نصرانی و مجوسی و کافر نجس می باشد. و در این قسمت در ادامه همین مطلب میگه که فلذی ذهب الیه اکثر الاصحاب هو ان المراد به من نسب العداوة لآل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و تظاهر ببغضهم كما هو موجود في الخوارج و بعد ما وراء النحر ورتب الاحکام في باب الطهارة والنجاسة والكفر والإيمان وجواز النکاح و عدمی على الناصب بعد المعنى. میگه که آن چیزی که اکثر اصحاب به اون اعتقاد دارن این است که اصحاب یعنی اصحاب یا علمای مذهب شیعه که مراد از ناصبی کسی است که دشمنی و عداوت داشته باشه با اهل بیت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و تظاهر به بغضشون بکنه. خب در این قسمت در صفحه بعدی هم مطالبی در این مورد ناصبی آورده و همچنین در صفحه 268 کتاب الانوار النعمانی جلد 2 در اینجا میگه که از امام صادق علیه السلام در کتاب علل الشرایع به اسناد معتبر عن الصادق علیه السلام با اسناد معتبر از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده که قال لیس الناصب من نسب لنا اهل البیت، میگه ناصبی کسی نیست که دشمنی داشته باشه با اهل بیت، لأنك لا تجد رجلا يقول انا ابغض محمدا و آل محمد، زیرا تو نمیابی فردی که بگوید که من بغض دارم با محمد و آل محمد، بلکه میگه ناصب کسی است که دشمنی داشته باشه با شما یعنی با شیعیان و او بدانه که شما ولایت ما را دارید، ما را دوست دارید و شما از شیعیان ما هستید. و در اینجا در ادامه صفحه روایتی هم از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به دروغ بستن که وقد روی عن النبی صلی الله علیه و سلم ان علامت النواصب تقدیم غیر علی علیه، از علامات نواصب این است که غیر علی را بر علی مقدم بدارن و غیر علی را بر علی مقدم بدارن این که یعنی ابوبکر و عمر و عثمان را قبل از علی دوست داشته باشیم و آنها را خلیفه و جانشین پیامبر بدانیم. هر کسی این اعتقاد رو داشته باشه بنابر این روایت دروغینی که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت دادن این انسان ناصبی هست. و در تایید این روایت در اینجا در همین صفحه 268 جلد دوم الانوار النعمانیه از سید نعمت الله جزایری میگه که و یؤید هذا المعنى ان الائمه علیهم السلام و خواصهم اطلقوا لفظ الناصبی على ابی حنیفه و امثاله، میگه تایید میکنه این حرف رو که ائمه علیهم السلام و یاران خاصشان لفظ ناصبی را بر ابو حنیفه و امثال ابو حنیفه اطلاق کردند، مع ان ابا حنیفه لم یکن ممن نسب العداوة لآل البیت علیهم السلام، با اینکه میگه ابو حنیفه از جمله کسانی نبود که با اهل بیت پیامبر دشمنی داشته باشه، بل کان له انقطاع الیهم، بلکه ادعا میشه که از به اصطلاح از شاگردان اهل بیت بوده و از اونا استفاده کرده. و کان یظهر لهم التودد، و ظاهر میکرده ابو حنیفه محبت اهل بیت رو. نعم کان یخالف آراهم و یقول قال علی و انا اقول، بوده که بعضی اوقات میگفته که علی گفت و من میگویم، یعنی با آرای اهل بیت مخالفت میکرده. و من هذا یقوی قول السید مرتضی و ابن ابدیس قدس الله روحیهما و بعد مشایخنا المعاصرین به نجاست مخالفین کلهم، از همین جاست که این قول قوت پیدا میکنه، قول کی؟ سید مرتضی و ابن ادریس همه مخالفین نجس هستند، یعنی همه مخالفین شیعه اثنا عشری نجس هستند، نظرا الى اطلاق الكفر والشرك علیهم فی الكتاب والسنه، به دلیل اطلاق کفر و شرک بر آنها در کتاب و سنت. و همچنین در ادامه در همین صفحه میگه که و الثانی فی جواز قتلهم و استباحه اموالهم، همچنین حالا ببینید در اینجا گفته بود که ائمه گفتن که ابو حنیفه ناصبی هست
و در رفتار و برخورد با ناصبی ها و با امام ابو حنیفه چگونه خواهد بود، در اینجا توضیح میده که فی جواز قتلهم و استباحت اموالهم، که جایز است که آنها را بکشید و اموالشان را به غارت ببرید. قد عرفت ان اکثر الاصحاب ذکروا للناس بذلك المعنى الخاص فی باب الطهارات و النجاسات. میگه من اطلاع پیدا کردم که اکثر شیعیان علمای شیعه این معنی را برای ناصبی ذکر کردن در ابواب طهارت و نجاست در کتابهاشون. و حکمه عندهم کالکافر الحربی فی اکثر الاحکام، و حکم این شخص مانند امام ابو حنیفه در نزد علمای شیعه مانند کافر حربی است، کافری که ما در حالت جنگ هستیم با آنها در اکثر احکام. اما در ادامه همین مطلب ببینید که اینجا روایتی هم از ابی عبدالله علیه السلام روایت میکنن که از ایشون پرسیده شد ما تقول فی قتل الناصب، در مورد کشتن ناصبی چی میگی؟ ایشون فرمودن که قال حلال الدم، خونش حلال است، لکنی اتقی علیک، من بر تو خوف دارم، میترسم بر تو که برنامه‌ای که داری کشف بشه. فان قدرت ان تقلب علیه حاهتا او تغرقه فی الماء، اگر که تونستی که این ناصبی رو غرقش بکنی یا دیواری رو بر اون خراب بکنی، این کار رو انجام بده. اگر که این کار رو میتونی انجام بدی که دیواری رو بر روی ناصبی خراب بکنی یا در آب غرقش بکنی، این کار رو انجام بده. فقلت فما ترى فی ماله، این شخص حالا داره استفتاح میکنه از امام، گفته که خب حالا که اینو خود این مثلا ابو حنیفه رو یا امثال ابو حنیفه رو ناصبی ها رو کشتیم، چیکار بکنیم مالشون رو؟ فما ترى فی ماله قال خذه ما قدرت، یعنی چقدر که تونستی از مالش بگیر. و همچنین از شیخ طایفه خودشون در اینجا در کتاب التهذیب با سند صحیح، ببینید به سند صحیح ان مولانا صادق علیه السلام روایت میکنه با سند صحیح از امام جعفر صادق قال خذ مال الناصب حيث ما وجدت وابعث الینا بالخمس، مال ناصبی رو در هر جا که تونستی بگیر و خمسش رو هم برای ما بفرست. پس این حکم امام ابو حنیفه و دیگر کسانی است که از اهل سنت که به اینها ناصبی اطلاق میکنن. در همین کتاب، در کتاب الانوار النعمانیه از سید نعمت الله جزایری در صفحه 269 در اینجا داستانی رو ذکر میکنه که در روایات آمده که علی ابن یقطین وزیر هارون الرشید بود در زمان خلافت او، قد اجتمع فی حبسه جماعت من المخالفین، که در زندان او تعدادی از مخالفین رو آوردن که زندان کرده بودند. و کان من خواص شیعه، و این شخص از جمله خواص شیعه بود که طبعا در حالت تقیه زندگی میکردن و پنهان میکردن اون عقاید باطنی خودشون رو. فامر غلمانه و حدم سقف المحبس علی المحبوسین، این به اصطلاح امر کرد که سقف این زندان رو بر روی این زندانی های بیچاره خراب بکنن. فماتوا كلهم و كانوا 500 رجل تقریبا، و همشون مردن که حدود 500 نفر بودن. بعد این شخص علی ابن یقطین بیچاره عذاب وجدان میگیره به خاطر این کاری که کرده. فاراد الخلاص من تبعات دمائهم، میخواست که خودشو برهانه از آثار این جنایتی که کرده بود. فارسل الی الامام مولانا الکاظم علیه السلام، به امام موسی کاظم پیامی فرستاد. فکتب الیه علیه السلام جواب کتابه، در جوابش امام موسی کاظم نوشته، البته به دروغ این مطالب رو نسبت میدن به امامان علیهم السلام، که بانک لو كنت تقدمت الی قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم، اگر قبل از اینکه اونا رو بکشی از من اجازه میگرفتی بر تو چیزی نبود، و الان که تو خودسرانه رفتی این کارو کردی، فکفر عن كل رجل قتلته منهم بتیس، الان که این کار رو بدون اجازه من کردی، برای هر یک از این کسایی که کشتی در مقابل هر مردشون یک گوسفندی رو به اصطلاح کفاره بده. و تیس خیر منه، بلکه گوسفند از این سنی که کشتی بهتر است. بعد در اینجا چی میگه این سید نعمت الله جزایری؟ میاد میگه که فانظر الی هذه الدیه الجزیله، ببین که این دیه چقدر ناچیز است. لا تعادل دیه اخیهم الاصغر و هو کلب الصید، که به اندازه دیه برادر کوچکشون، یعنی برادر کوچک همه اهل سنت و امام ابو حنیفه، برادر کوچک ما کی است؟
و هو کلب الصید، میگه نعمت الله جزایری برادر کوچک ما سگ شکاری است. فإن دیته 20 درهما، که دیش 20 درهم است. ولا دیت اخیهم الاکبر و هو الیهودی او المجوسی، و همچنین این به اندازه دیه برادر بزرگشون که یهودی یا مجوسی باشه نیست. فإنها 800 درهم، که 800 درهم از دیه اونا. و حالهم فی الاخرة اخص و ابخس، و میگه که حالت اهل سنت در آخرت از اینم بدتر و بی ارزشتر خواهد بود. این است عقیده سید نعمت الله جزایری در مورد اهل سنت و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. اما این سید نعمت الله جزایری یکی از علمای شیعه است که هر ساله در ایران بزرگداشتی برای ایشون ترتیب میدن و این بزرگداشت در اصطلاح زیر نظر جناب رهبر ایران آقای خامنه‌ای برگزار میشه و ایشون هم همیشه پیام‌های برای این کنگره ارسال میکنن که در سایت ایشون، در سایت رسمی آقای خامنه‌ای مطلب اومده و اینم قبر سید نعمت الله جزایری است که یکی از سخنان آقای خامنه‌ای نسبت به این شخص در اینجا به اصطلاح نصب شده که رهبر معظم انقلاب خامنه‌ای گفتن که تجلیل از مرحوم سید نعمت الله جزایری تجلیل از علم و معارف الهیه است. این قبر این عالم شیعه که توهین‌هایی به امام ابو حنیفه و بقیه اهل سنت داشته. همچنین در کتاب بحار الانوار، یکی از کتاب‌های معروف شیعه که علامه مجلسیشون این کتاب رو نوشته، در صفحه 226 این کتاب در جلد 47 در اینجا روایتی رو آوردن که وقتی که امام جعفر ابن محمد از دنیا رفت، ابو حنیفه به مؤمن طاق گفت که یا ابا جعفر ان امامک قد مات، ای ابا جعفر امام تو مرده. فقال ابو جعفر لکن امامک من المنذرین الی وقت المعلوم، ولکن امام تو تا روز قیامت زنده است. یعنی اشاره به اینه که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شیطان بوده. و دقیقاً همین مطلب رو در کتاب رجال کشی، اختیار معرفت الرجال المعروف به رجال کشی، در این کتاب هم آوردن در صفحه 166. دقیقاً همین مطلب در صفحه 166 این کتاب در جلد 3 در اینجا اومده که به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این توهین و اهانت رو میکنن که امام ایشون شیطان بوده والعیاذ بالله. در این کتاب کذبوا علی الشیعه، مؤلف این کتاب میخواد از شیعیان دفاع بکنه در مقابل مخالفین. در صفحه 135 این کتاب این مطلب رو میبینیم که به این عبارت به امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه توهین میکنه که میگه قبحک الله یا ابا حنیفه. ببینید این عبارت رو که در این کتاب، در کتاب کذبوا علی الشیعه در صفحه 135 میگه زشت با چهره تو یا الله چهره تو را نابود بکند، زشت بکند ای ابو حنیفه. این گونه به امام اعظم، یکی از ائمه بزرگ اهل سنت در این دین توهین میشه. همچنین در صفحه 279 این کتاب در اینجا ببینید که در اینجا میگه که مدعیان اسلام و سنت پیامبر ادعا میکنن که اهل بیت رو دوست دارن، متابعت از اهل بیت میکنن، ولکن اینها اخذوا احکام دینهم عن المنحرفین. میگه احکام دینشون رو از انسانهای منحرف گرفتن، انسانهای گمراه گرفتن. منحرفین عنهم یعنی کسانی که منحرف شدن از اهل بیت، از دین اسلام، که ابی حنیفه و شافعی و مالک و ابن حنبل. در اینجا ببینید که همه مذاهب اهل سنت رو با یک تیر میزنن و تهمت منحرف و گمراه رو به اونها میدن. همچنین در کتاب‌های معروف شیعه، خاصتا در کتاب اصول کافی که از کتاب‌های معتبر شیعه هست، صحیح ترین کتابشون بعد از قرآن،
که نویسندش محمد ابن یعقوب کلینی از علمای بزرگ شیعه محسوب میشه، در این کتاب ببینید که در صفحه 37 این کتاب، در کتاب العقل و جهل، در روایت 170، در اینجا ببینید که در این روایت توهین میکنن از زبان یکی از امامان اهل بیت که ایشون گفته که لعن الله ابا حنیفه کان یقول قال علی و قلت انا. میگه خدا لعنت بکنه ابا حنیفه رو که میگفت علی میگه و من میگویم. ببینید که این لعن و نفرین بر امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه، یکی از امامان بزرگ مذاهب فقهی اهل سنت، در صحیح ترین کتاب شیعه، در کتاب اصول کافی، که علمای شیعه میگویند که هر کس این یک روایت از این روایت های این کتاب رو رد بکند کافر و نجس هست. در این کتاب در روایت 170 کتاب العقل و جهل، در اینجا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لعن و نفرین می شود. همچنین در کتاب وسائل شیعه از حر عاملی، کتاب وسائل شیعه، در این کتاب در جلد 9 این کتاب ببینید که در صفحه 403 کتاب قضا در روایت 33153 در اینجا هم می‌بینیم که لعن الله ابا حنیفه، لعن امام اعظم رحمت الله علیه رو در این روایت می‌بینیم که به امام ابوالحسن موسی علیه السلام نسبت دادن که امام ابو حنیفه رو لعن کرده ایشون، و این دروغی است که به اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داده میشه. و همچنین در کتاب الکشکول از یوسف بهرانی در چاپ بیروت سال 1986 در دار و مکتبت الهلال در صفحه 351 جلد 1، در اینجا در مورد قبر امام بزرگوار ابو حنیفه نعمان ابن ثابت رحمت الله علیه میگه که شاه عباس اول وقتی که بغداد را فتح نمود امر کرد که قبر ابو حنیفه را تبدیل به زباله‌دانی بکنن و وقف نمود، وقف شرعی، که 2 مرکب یا 2 الاغی را بر در بازار ببندند و هر کسی که از اهالی بغداد بخواهد قضای حاجت کند به این 2 الاغ سوار شود و از کنار قبر ابو حنیفه بگذرد و در آنجا قضای حاجت کند. و شاه عباس اول از خادم قبر ابو حنیفه پرسید که تو به این قبر خدمت میکنی در حالی که ابو حنیفه الان در قعر جهنم است. خادم جواب داد که در این قبر سگ سیاهی دفن است که جد تو شاه اسماعیل صفوی وقتی که بغداد را فتح نمود استخوان‌های ابو حنیفه را از این قبر خارج نموده و در مکان آن سگ سیاهی را دفن کرد و من به این سگ سیاه خدمت می کنم. نویسنده کتاب می گوید که این خادم در آنچه می گفت راستگو بود، زیرا مرحوم شاه اسماعیل صفوی این کار را نموده است. این است نمونه ای از حقد و کینه و توهین‌های شیعیان رافضی بر اهل سنت و امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه. خدا لعنت کنه ابو حنیفه رو. امام موسی بن جعفر فرمود خدا لعنتش کنه. میگفت وقتی که میومد حرف میزد میگفت علی اینجور گفت است من اینجور میگم. گفت تو کی هستی که بخوای مقابل امیرالمومنین وایسی؟ علی ای حال ما معتقدیم اهانت به مقدسات اهل سنت ذنب لا یغفر و گناه بزرگ. بله. نظام در رابطه با اهانت به اهل سنت، یعنی من در یک جمله به شما بگم اگر کسی به مقدسات اهل سنت توهین کنه، نظام جمهوری اسلامی شاید بیش از مواد مخدر که چقدر حساسیت داره نسبت به این حساسیت دارن. حالا یک دفعه نزدیک به گوش مسئولین نرسه، اون که دیگه معذورن، ولی اگر برسد
آنچه که ما دیدیم و در جریان هستیم در این زمینه جناب آقای قادری و جناب عزیزان اهل سنت، نظام هیچ گونه ملاحظه‌ای ندارد. تمام شیعه سنی امروز تلاش میکنن علما مراجع وحدت بین شیعه و سنی ایجاد بشه، هر گونه اختلاف، تکفیر، تفسیق، ترور، انفجار، انتحار رو محکوم میکنن. ولی این وهابیت خدا نشناس، این وهابیت پلید، این وهابیتی که جز تکفیر و جز کشتن و انفجار چیز دیگری در مغزش نمی پروراند، خلاصه پشت پا به همه این قضایا زده. واقعا من بیدین‌تر از علمای اهل سنت رو کره زمین سراغ ندارم. خیلی عجیبن اینا، برای اینکه توجیه کنن مشکلاتی که خلفاشون داشتن پدر اسمت رو در آوردن، بیچاره کردن نبوت. مسلمان باید بیریزن بیرون بگن مرگ بر بخاری، مرگ بر ابن تیمیه، مرگ بر بزرگان وهابیت، مرگ بر آل سعود، مرگ بر اسلامی که خلیفه گری داره و درش ولایت و امامت نیست. شما شکوه پیغمبر را شکستید، شما آبروی پیغمبر آوردید، شما آبروی اسلام آوردید، شما این خزعبلات رو تو دنیا پخش کردید. حضرت معاویه لعنت الله علیه النار و الحاویه، پیشوا و امامی که محتاج بشه به فتوای مغیرة ابن شعبه‌ای که رأس المکر و الخدعه است، یکی از خبیث‌ترین کسانی که در تاریخ صحابه وجود داره این مغیرة ابن شعبه است. یکی از پلیدترین افراد تاریخ و خیلی ساده بخوایم بگیم شخص بسیار نحس و نجسی به نام هند جگرخوار هستیم. مادر شما همون عایشه فاسقه فاجره هست. جناب سید جعفر مرتضی میگه و شر ما فیها لابد منها، و شر از این است که ما ناگزیریم. عایشه سراپا شره. شر بالاتر از این هم این هست که ما باید تحملش کنیم، همسر پیغمبره. در رابطه با عایشه سوال زیاد داریم، حالا انشالله با گفتگو باز شده. ما شاید بیش از 50 تا سوال در رابطه با عملکرد عایشه و زندگی عایشه داریم. و اصلا عجیب است، این هیچ اعتقادی این زن شیطنت که سر تا پا شیطنت و نیرنگ و دغل و خدعه بود با رسول الله علیه و علی آله السلام. ما تازه بیایم بشینیم از عایشه به عنوان ام المؤمنین یاد کنیم و احترام کنیم؟ مگه ما دیوانه ایم؟ دو امراض شما گفتید. اجازه بدید بینندگان عزیز یک نکته رو من امشب بگم. خلاصه این غانمه آمد برای شما عرض کنم در مجلس معاویه. همین که آمد رسید معاویه بهش سلام داد، برگشت گفت فقالت علی المؤمنین السلام و علی الکافرین الهوان. سلام و درود بر مؤمنین، خاری بر کفار باد. ثم قالت من منکم ابن العاص. عمرو عاص کیه؟ قال عمرها انا منم. قالت و انت تسب قریشا و بنی هاشم. تو هستی که به بنی هاشم امیرالمومنین ناسزا میگی. و انت اهل السب و فیک السب و الیک یعود السب. یا عمرو تو خودت فحشی، بابات فحش، تمام فحشان به تو برمیگرده. انی والله لعارفتون بعیوبک و عیوم امک. تمام عیب خودت مادرت کف دست من هست. و انی اذکر لک ذلک عیبا عیبا. دونه دونه عیبهات رو من برات میشمارم. خیلی جالبه. ولدت من امة سوداء مجنونة حمقا. تو مادرت یک کنیز سیاه دیوانه و احمق بوده، یعنی حشل بوده، مچل بوده، بوله چی یه چیزایی میگن برای شما عرض کنم. بله.
تبول من قیام، مادرت همیشه ایستاده بول میکرده. یعلوها اللعام، مردان پست هم همواره بر مادرت سوار میشدن. اذا لامسها الفحل کانت نطفتها انفت من نطفته، اگر مردان زناکاری با مادرت زنا میکردن نطفه مادرت کثیفتر بود از نطفه اونها. رکبها فی یوم واحد 40 رجلا، امر آس بر مادر تو یک روز 40 مرد زنا کردن. چقدر زیبا، پته‌ای به آب داده دیگه چیزی جا نگذاشته. فلقد رأیت فحل زوجتک علی فراشک فما غرت، امراض تو رفتی دیدی یک اجنبی با زن در حال زنا هستن ولی هیچ غیرتی نداشتی که از ناموست دفاع کنه، ولا انکرت، و نگفتی این ناموس منه. بنده بارها و بارها در شبکه سلام اعلام کردم که هر گونه اهانت به اهل سنت، اهانت به عقاید اهل سنت گناه نابخشودنی است. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر. دشمنی از گفتارشان پیداست و کینه‌ای که در دل دارند به مراتب بزرگتر است.